گر در یمنی تو با منی پیش منی، ور پیش منی تو با منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم من تویم یا تو منی. شب بخیر دوستانم، السلام علیکم. به همه شما سلامتی خواهم هستیم. نمیدونم سبب چی بود که همین پرچه شعری به یادم اومد، قرائت کردم. اما در فکر بودم که درست قرائت کردم یا نه، مهم نیست. قصه میارم. مردشوی بود در یک دهه، بسیار مشهور بود، همه احترامش میکرد. یکتا بود، یگانه. روز خواب بود، در سرش یک فکر زد، یک ایده زد. گفت من مرده ها رو میشویم، اگر من میرم مرا کی میشوید؟ این سوال بسیار غم میداد او را. فکر میکرد. رفت نزد دوستش، گفت دوستم اگر من میرم تو مرا میشویی؟ دوستش گفت نه هرگز، من میترسم. باز وهم زیر کرد، رفت نزد دامالله، گفت که اگر من میرم مرا میشویی؟ بعد دامالله گفت آخر که من تو رو بشویم، من بین مردم آبرو و احترام دارم. بعد دیگر همه میگن که همین ششتن گیرد. گفته نه میگد. خلاص گپ اینقدر وهم روز از روز کارش را نه اونقدر خوب میکرد. در فکر بود که چیکار کنم، کی مرده مرا میشوید، پول میدیم گویان. یک عاقل وا خورد، گفت من به تو راه حل را میگویم. گفت چگونه؟ گفت شاگرد تربیه کن. شاگرد تربیه کن، پهلویت گیر تا مردنه، بعد او تو را میشوید. ساده بود، اما فهمیدید من چی گفتنی بودم. نقطه بس است اگر شد است. با من شما شبی خوش تا روز دیگر.